خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری دو چشمانی من هستی تو نشانی من منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهم کی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامبرداری من شوی ننگواری من شوی بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم سلام و السلام علیکم بیننده های عزیز تماشابینان ما. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در دهه آهلیکی طرفخانه نوبنیا طرفخانه آچیل بابا گشاده شده است که هر روز در اینجا روزهای خرسندی است. امروز باشد محمد امین که سال گذشته در تولد شدنش ما اشتراک کردیم، البته در روز خرسندی و از آمدنش پیشواز گرفتن تبریکشان کردیم. امروز این پهلوانی خاندان یک ساله شده است و از نام پدر از نام مادر که در مسافرت هستند از نام سیاوش و البینه فرزند عزیز را تبریک میگوییم و رمز تشکر را برای آنجان‌های عزیزشان برسانیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم سر باشی یا خدا داده نعمتم میوهی محبتم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران، مهمانان خانواده امروزه سریا خاله، منظوره خاله و جشن زادروزی محمد امین همه شمایان را خوش آمده. نور دیدن تاج بر سر میخوانیم. سال گذشته بود که در این خاندان ما برای خرسندیشان و شریک شدن همراه شدن اشتراک کرده بودیم و شکرانه استقلالیت را شکرانه این دور زمان را میکنیم که به این روزی خرسندی و جشن یک سالگی محمد امین باز لایق شدیم. برای محمد امین با آنجان مهربان یک قرصه صمیمانه میزنیم و نظام تکلیف میکنیم. مرحبا جانم سر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال السلام علیکم منظورانه سرایانه امروز جشن زادروزی نبیره مبارک. محمد امین ما سال گذشته منظوره خاله چخلی که سرایانه برای ما وظیفه کردن که من امسال باز یک صاحبی نبیره شدم. من امسال در خاندان ما باز خداوند کریم یک تحفه بی‌بها را تحفه کرد. البته رو از دام من همون تحفه را به خاندان ما قبول کنید.
بگذار با پای قدم بیاید، در آینده میلیسیونر شود، صاحب کسب‌های پرشرفترین شود و حاضر من همراهی آنجانش خیلی که مهنت کرده از حال و احوالشان خبرگیرک هستیم، در دم پیری ما در خدمت ما باشد گفته ما را فرستاده بودند. من امروز نبینید که 1 ساله شده است در بیره شیرین، از دانکش هم مغزش شیرین میبید. سرای خدا منظور خدا کند که همین پهلوان ها به درد و غم نوای رسند. 3 برادر صاحب یک خواهرک نازنین شود و البته در آن روز خرسندی باز آمده تبریک کردن نصیب کنند. امروز محمد امین را از نام پدرش، از نام سیاوشکر، از نام مادرش البینا بانو تبریک میگوییم. گفتند که امروز پهلوان ما 1 ساله شد و ما با امر تقدیر آنش بایستاده نتونستیم، لیکن خدا با شکر میگویم که 2 فرشته خاندان ما، آن جانهای عزیزش، مادران مهربان ما همراهش هستند. ما هیچ وقت غمگین نیستیم، هیچ وقت خفه نمیشویم که از وطن و از فرزندان ما دور هستیم. برای فرزند عزیزی من، برای محمد امینی من رسانید که طفل گریانم کلام شو، در جهان از من نشان شو، گنج شهوارم تو باشی، بخت بیدارم تو باشی، در جهانی نامداران نامبردارم تو باشی، اختری تابانی پدر، مهره‌ای پیمانی مادر، حاصل خودکاهی دل، دولت و دورانی مادر، کودکی شیرین و لالا، کودکی معصوم و زیبا، دست آویزم تو باشی، بحری فردا، بحری دنیا، طفل گریانم کلان شو، افتخاری صد جهان شو. سرای خاله، منظور خاله هر آرزوهایی که در قلب داشته خدا کنند از پشت نبیره ها ببینید. ختنه‌های های کلام با خداوند نصیب کنند. در این رستوران های کلام سمرقند ختنه‌های های کلام کنید و هر دو آنها حاجیانه شده در سر نبیره ها دعاگویش گشتن نصیب کنند. سرای خاله در مسافرت میگرده، خداوند کریم همراهتان باشد. منظور خاله هر بار خاندانتون ما تبریک و بیایم. سرای خاله که صحبت میکردن و در آخر عشق میریختن میگفتند که هزار رحمت. من میفهمم که همین منظور خاله که خداش نگاه می‌کنه. من جای من نبودگی ما معلوم نمی‌کنند. نبیره های ما را مانند گوهرکی چشمش نگاه می‌دارند. هزار رحمت. خداگاهشان باشکر. برای هر دیاتون رحمت ها میگویم. سرای خاله همیشه صحت سلامت باشه. جشن زادروزی نبیره مبارک باشد. امروز از نام فرزندان، از نام سیاوشکر، از نام البینا بانو برای شمایان رحمت میگویم. دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. خدا کند هر دیتا یک جای و زیارت کعبه خدا نصیب کند. در این خصوص میگویند اشلرم یورشم کتس گل مگر، قبلرم اتس بطن هم دنیانı bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftadan qadog'a ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, dardimga hech davo etmagan hamon, onamni xonadonim farishtasini Makkaga olib boraman. Imro'z zodrizi nabira muborak boshlab, Suraya xola har bor shuma az tariq onlayn tabrik mekardi. Imro'z jivoy tabrikatini boshlab, marhamat. شامدتان مطلوب امروز اصلچه من یک ممیده رو الهیم صد بدرویه بیکش و ددش و مهروان شوند. منظور خدا البته دعاهایی نیک کرده، مانندی علمون گوهرکی چشم نبیره رو با وای رسانده. هر روز دعا میکنیم. یک نیت‌های نقض باشید از شما. مرحبا. السلام علیکم دوستان و همدیاران عزیز. اجازه فرمایید من از این شب نشینی استفاده برده نبیره اصلچم رو تبریک نموده و این اول عمری دراز، صحت سلامتی الهیم 100 بدرات و سانی پیر شود. 120 بدره الهیم نورم. اپشتی همه سیکاشون نهار روزکایی نقض بینید. نیتکاشون برسن نورچه هم. سیاوش کتی البینه بر رحمت کلان مهم و همخیل توفی و کدیان دیکاشون کشایش کارکاشون کیایو ساخ سلامت بیان هم داشته بیان و توی یکاشون بشینیم هم یکات را تکلیف نکنیم. خدا رحمت برای شما نیت‌های نازنین خدا کنند توی باشد و بس زیبا. سمیر جان مرحبا. محمد امین کلان شد، جوانی پهلوان شد، خوشخوان خوشبیان شد، برای راست
کبیر جناب چه بخونم و فقط رقصش کنیم تا آن در ماشدگر اولین شیرینی محمد امین را همراهی فرشته های خاندان آرجان های عزیزشان یک جوی شیرینی را میخوریم و بعد از آن پاکیان از ما کچ میزنیم برحمت شیرینی را نزدیکتر میگیریم برحمت بعد از آن پاکیانش را کچ میزنیم علی شما شما خونه در یک جوی مبارک باشه برحمت خود را میدانیم یک جوی میخوریم شیرینی را زادرس مبارک مبارک باشد زادرس مبارک رزی تولد را مبارک با ببینیم اکرام منظور خدا عرفیتی سمرقند ماما یک مراسم زیباست نیت کرده کاکنان نازنین کودکان و قیچی میزنند عمرش دراز شود گفتند ما باشد کمال سامان را تکلیف میکنیم تاقا باباها سیف الله بابا بختیار بابا و حضرت بابا را تکلیف میکنیم هر سیعتان نزدیکتر آمده البته با کاکنان نازنینش قیچی میزنیم برحمت سیف الله بابا حضرت بابا دارد سیف الله بابا انسانی اصیل شود مبارک باشد زادرس مبارک Abeyra ya, merhaba. درست شده اونجوری دادایی بایشت بودن خموش شما روی خموش رحمان حضرت با رقصش کتونی رحمان اکنون باشد منظور خدا یک جا نوان رو رقص بکنید دوست خانمای تبریکاتی باشد شنوید آمر کلام زیبیانه رحیمانه سروبری هر محفیل ها رحیمانه بهترین چه کنگن؟ دلوبر دلوبرانه مرحبا همه اشمان را تکلیف میکنیم السلام علیکم زیبیانه روز پرسندی مبارک باشد روز پرسندی را برایتان مبارکباد میگوییم ابیره کلام شود و ابیره کلین آوردن برایتان نصیب کنند همیشه سر و بر شده سایبانش نگردید مرحبا السلام علیکم خیش و توارا خداهای با عزت یار دوستکای مهربان خوش آمدتان به درگاه البینه سیاوش این سه تا پسرک البینه سیاوش کلام کده به مقصد مراداشون رسد آنها عزت حرمت بینن الهیم اپشتکای اینکا ساخت باشن سلامت باشن کارکاشون به برار تیه مهر و عقوبت مول شود سب ندارو بچه جان رحمت بیجان هزار رحمت تشکر رحمانه مرحبا اولا بار السلام علیکم دادرکای شیرین خواهرای شیرین کلینکای صدابی خواهروش اوسونکای جیانکا خوش آمده در این درگاه سیاوش خطی اربینوار من این دیکاشون فرزندکای سه تا فرزندکای شیرین شکر اصل دورتر گشتم
mana بعدی نزدیک بچه‌ش دور بازیچه ایلای خلوش شوند منظوره خطی من این کلی مولای و خدمتکاشون ایلای روزکای نیک و همه کنند چی کنم البینا جان سیاوش شما غریبی بگشته من خوراکای چخیل که وزبین میکنیم اصول میکنیم ایلای خطور خوب رفته خطور خوب صاف سلامت بیه با فرزندکاتون آغوش بگیره من این مادرکاتون خدمتکاشون کنه توی تماشا شود ما کمپیرکا اصول بازی کنه دامه از بعد کاتتون هم یا بازی کنه رحمت تشکر مرحبا Assalomu alaykum mehmonai aziz. Mana imroz so'tro'zi Muhammad Amin tabrik mikunam. Alloh shava Albina kelin katsiyavish qo'sha pir shuda saruba shuda hamine sirayokema manzroitema saroshoma sog qo'sha ziyashona. A nome Soro Xoleyev tabrik kada memona. Что удашон неста. Tabrik sad va darotiloyim. فرزند تو از برای مادر هستی به دل و به جان برابر گرچه به قدش برابری تو یک پرچه قلبی مادری تو. السلام علیکم مهمانان عزیز اجازت فرمایید من از این فرصتی پرقیمت استفاده برده محمد امین جان را با زادروز تبریک گفته به این اولا صحت و سلامتی عمر دراز رزق فراز و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. باز یک تبریکات میخواهم که از نام بیبلا جانم که در مسافرت هستم از نام امکی‌هاش یک گبله‌هاش نیز تبریک میگویم. با سرایت املاک منظورایتی خدا کچه قوتیه نمرکه کلون کنند این سه پهلوانه سیاوش کتی البینا کلون بان خوراشون به براتیه هم یکاشون مقصد مراتاشون برسن. تشکر. رحمت سلامت باشم. حاضر از منظور خلا میپرسیم که سارا برای این خیلی محفیل ها بودن کجا بستن که در مسافرت البته دمگیری رفتن نمیره نگاه کنی همون جا باید سارا کجا که باشه ساق سلامت باشه بعد از چند لحظه ما رو میبینن و البته یادی وطن کردن ساق سلامت بیایید و آخری کم شما یاد کردن این خیلی محفیل ها برآمده یکم اشتراک میکرده و البته هر کجا که باشه دعا کنید و دعاهایش باید مستجاب است. حاضر باشد نوبت را برعکس می‌دهیم. رحیمانش سنش نیست با راهبری شما که از همه جوان یاش شما هستید همه تکلیف میکنیم رقص بر 17 ساله میرقصیم خورسندی میکنیم زادروز مبارک مرحمت سراتایش رو بارش باید
سلام. نه سلام نظمی. نه. همه کافته هم از شما نوازه نیسته. مسافری ها تماشا که گسته. ویدیو تماشا که ویدیو که اصول میکنه. نه سلام بلای شکلات های رسیسکی بیاره یا مایسته که تون باید شکلات های رسیسکی بیاره یا مایسته که تون باید رحمت همونجا هم نیمونم شما اشتنه گپ زنه اینک بیننده های عزیز امروز ما در طربخانه آچیل بابا در جشن زادروزی محمد امین مهمان شده و این لحظه های خرسندی شادیانه را این لحظه هایی که در حیات انسان یک مراتب میشه و جشن یک سالگی را البته پیشکش شما کردیم برای آنها جان های عزیز که از فرشته هم بالاتر هستند در خاندان. برای هر دویشان تشکری فرزندان را سیاه و شکر را البینه بانو را میرسانیم و میگوییم خود را احتیاط کنید در پناه خداوند باشد بابا باشد با شبکه شهنان. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения,
день рождения. Спасибо вам. Я вас люблю.